من گزارش شما رو مطالعه کردم به عنوان خبرنگاری که در این 2 سال با خانواده‌های کشته شدگان در داخل ایران مصاحبه کردم. فکر می‌کنم خبررسانان واقعی کسانی بودند که از داخل ایران در مورد نعیم فهیمی، مادر سهراب اعرابی جوان 19 ساله‌ای که در راهپیمایی 25 خرداد کشته شد و اولین زنی بود که از داخل ایران در مورد وضعیت کشته شدن فرزندش اطلاع رسانی کرد. از شما اجازه میخوام که در واقع تلفن بزنم به خانم فهیمی و خود ایشون به عنوان خبررسان واقعی اولین سوال رو از شما بپرسن. سلام، من شهید نماینده محترم گذشته در سازمان ملل. من مادر سهراب اعرابی یکی از کشته‌شدگان بعد از انتخابات 88 در ایران هستم. فرزندم و فرزندان این آب و خاک برای اعتراض مدنی در راهپیمایی مطالبه‌آمیز شرکت کردند و به دست نیروهای بسیج و دولتی کشته شدند و من بعد از پیگیری‌های بسیار جسد فرزندم رو بعد از 26 روز تحویل گرفتم. سوال من از مسئولین نظام این است: فرزندم چه جور کشته شد و چرا آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه که مجری عدالت در کشور میباشد می‌فرماید بعد از انتخابات فقط 1 نفر کشته شده است و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز می‌فرمایند سی و اندی که آن هم از نیروهای بسیج و نیروی انتظامی میباشند. مدارک و فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها همگی گویای شهادت جوانان ما میباشد. چرا قوه قضاییه از برگزاری دادگاهی عادلانه و علنی خودداری می‌نماید و چرا از هر گونه مراسم سوگواری برای فرزندان ما ممانعت عمل می‌کند؟ جناب آقای احمدشهید، از شما تقاضا دارم در گزارش‌های خود در مورد کشته‌شدگان بعد از انتخابات توجه بیشتری بفرمایید و در صورتی که به تهران تشریف آوردید ملاقات حضوری با ما خانواده‌های آزرده داشته باشید. وقتی صدای ما در کشور ما به گوش هیچ مسئولی نمی‌رسد، ما مجبوریم به سازمان ملل پناه برده و دادگاهی فرزندان خود را فریاد بزنیم تا این خودسری‌ها در ایران و هیچ جای دنیا تکرار نگردد و هیچ مظلومی مورد ظلم قرار نگیرد. جناب آقای احمدشهید، من با آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقایان موسوی جنوبی و خانه رهنورد از خون فرزندم خواهم گذشت و این ظلمی که به من روا شده است را به عدالت خداوند واگذار می‌نمایم. مبارزه صلح و آزادی برای تمامی مردم دنیا. خیلی ممنون. من الان ترجمه میکنم. So to talk to you and also thank you for feeding me a question straight from Iran. Yes, if I visit Iran, I would be very interested, very keen to meet with the families of the victims among others, of those who had died or were killed in the disturbances following the elections 2 years ago. Yes, that is a top priority for me. Of course, there are other people I would also want to meet, but I would want to meet the families of the victims and learn more about their situation and what they know. Now, about the first part of the question, yes, there are challenges and difficulties about the judiciary in Iran. In fact, what my report points out is the fact that there are many issues, tremendous issues about the judiciary in Iran, which Iran needs to become more transparent about. My report is not a comprehensive encyclopedia of everything that is there, but a sampling of the issues that people are concerned about. It's not everything, but it is initial talking points for me and the government of Iran, and for me and members of the UN and the Human Rights Council to persuade Iran to open up, to let me into the country so I can investigate further. So the answer is yes. I am very much aware of the plight of the victims, the families of the victims, and I'm very keen to be able to meet them, to learn firsthand from them, and their concerns are part of my concerns as well. The second question. من مایل هستم که دوباره صدای یکی از خانواده‌های کشته شده ها که ایشون هم مستقیم از شما سوال داشت رو پخش بکنم تا سوال دوم رو در واقع به ایشون پاسخ بدهیم. خدمت آقای شهید و تشکر از اینکه خلاصه 1 نفر قرار است به حرف‌های ما گوش دهد و صدای ما رو بشنود. من همسر علی حسن‌پور کشته شده 25 خرداد 88 که جسد همسرم رو 105 روز به من و خانواده‌ام تحویل ندادند. از شما خواهش میکنم به من بگویید
آیا حالا که شما را در ایران نمیتوانیم ملاقات کنیم امکانی وجود دارد که ما تلفنی و مستقیم با شما صحبت کنیم و مستنداتی که داریم را ارائه دهیم، مستنداتی که قضات خودم اونها رو تایید کردن و اعلام کردن که علی با اسلحه سازمانی سپاه و بسیج با اسلحه کلاشینکوف کشته شده، یا امکان سفری برای ما وجود دارد که شما امنیت جانی ما رو تامین کنید و ما حضوراً شما را ملاقات کنیم، یا هر شیوه‌ای که بتواند به ما کمک کند تا مدارک ما را در اختیار شما قرار دهیم. آقای شهید، از شما تشکر میکنم که اگر این دو سوال من رو که با گذشت 2 سال و نیم پس از قتل همسرم هنوز جوابی تو کشور خودم براش دریافت نکردم، ممنون میشم. From her. My response to her is yes, there is a way for her to communicate with me. This can be through email, through Skyping, through other means of communication. But what I can't guarantee is her safety because I am outside the country, and of course, quite often in countries which have difficulties, authorities do harass or threaten or in some ways harm people who give out information that the government might find embarrassing or difficult or not to their liking. So that difficulty is there. But there are ways, I think, even despite that, to communicate to me, and I am quite happy to provide details of this. If it is email, I have an email address at the Geneva desk. I also have an office in Geneva and in New York, and I also live in the Maldives where I can be reached. So there are ways to reach me electronically. Now, it is true I may not be able to visit Iran anytime soon, but I am very keen to be able to collect information about cases that will therefore enable me to investigate further and get to the truth. I report to the Human Rights Council, which is composed of 47 member states, and when I report to them, they might decide to launch a specific investigation for a certain matter, looking at all the issues. But I am concerned about those issues where the violations have been most harmful and most sinister in terms of the impact on the people of Iran. So, and in terms of traveling to meet me, yes, they are most welcome to travel to meet me, Geneva, or your country nearby. I can visit so they can come visit me. But I cannot guarantee their safety inside Iran. This you have to understand because none of the UN's rapporteurs have the ability to provide protection for people within the country. We can look for anonymity. What we do is we provide anonymity. I can collect the information but not disclose the source of it. Now, for my purpose, what I would need to know is documented sufficient information to show exactly the facts on the ground. So if there are autopsy reports, that is perfect. But I don't have to reveal who gave them to me. But I would need to know documented or details of an event from it to be able to put that on record and present to member states so they can consider it. So anonymity is fine, so long as the facts themselves stand up to scrutiny. این 2 سال گذشته با توجه به اینکه صحبت‌های خانواده‌های کشته شده ها رو شنیدیم، مشخصاً تمرکز کردم در مورد خانواده‌های کشته شدگان و به اتفاق همکارانم تاکنون 53 نفر از خانواده‌های کسانی که در خیابان یا در زندان کشته شدند به صورت رسمی مصاحبه کردند که من با اجازه بخشی از این خانواده‌ها صدای اینها رو ضبط کردم و تقدیم شما می‌کنم و سوالم این هست که آیا این صداها میتونه به عنوان مستندی در گزارش شما مورد اتکا قرار بگیره یا نه؟